نهمیا سوال واسهتون آوردم میلیاردی، هم واسه نوبت اول هم میان ترمی که گذشته. بیا با من سوال ببین. گفته در جای خالی فعل امر مناسب بنویس. فکر کنی نمیتونی ترجمهشون کنی، باید از داشته‌هات به نداشته‌هات برسی. درسته؟ حالا بیا با من. گفته چی؟ گفته یا صدیقی. صدیقی چیه؟ دوست من، همون صدیق دیگه. درسته؟ صدیق مفرد مذکره. مفرد مذکر آخرش چی میگیره؟ ساکن. کدومشون ساکن دارن؟ گفت. دومی بناتی. بناتی همون بنات دیگه. معنیش چی میشه؟ که دختران. دختران چیه؟ جمع مؤنث سالم. جمع مؤنث سالم آخرش چی میگیره؟ نه. کدومشون نداره؟ نه. سومی تلمیذت. مگه مفرد نیست؟ مگه مؤنث نیست؟ بخاطر این علامت مفرد مؤنث آخرش چی میگیره؟ یه. کدومشون یه دارن؟ خودخولی. فالو کن دیگه.